بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى. بیننده های عزیز و گرامی برنامه قلب آسیا، ویژه برنامه افغانستان از شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با یک دیگر از سلسله برنامه های قلب آسیا خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. البته مفتخرم که مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های گرم خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده ایشان را یک بار دیگر خیر مقدم میگویم. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، البته مثل همیشه باز هم با موضوع جدید و موضوع حساس خدمت شما هستیم. البته موضوع این هفته ما هست افغانستان، زخم ها و مرهم ها. بدون شک کشور عزیز ما افغانستان از چندین دهه در آتش خون می سوزد و ملت ما همه روزه قربانی این دسایسی است که معلوم نیست از کجا می آید و کجا می رود. ملت عزیز ما همه روزه دچار قربانی دادن هستند، قربانی می دهند، کشته می شوند، مالشان غصب می شود، جایدادشان غصب می شود. دچار هزار و یک مشکل ملت ما هست که همه این مشکلات به زخم های ناسوری تبدیل شده است که خداوند بر ملت ما رحم کند. البته در آخرین رویداد در ولایت غور در خلال همین هفته حدود 30 تن از هموطنان ما، مردم ملکی، چوپان و رعیت با شکل بسیار فجیع و بسیار ناجوان مردانه به شهادت رسیدن و کشته شدن. برای قربانیان این حادثه از الله متعال جنت الفردوس و برای بازماندگانشان صبر جمیل می خواهیم. از خلال این برنامه سعی می کنیم که روی بعضی زخم ها و دردها و مشکلات ملت عزیزمان افغانستان بحث بکنیم و راه حل های دینی که دین مبین اسلام برای مسلمانانی که دچار یک مشکل می شوند چه راه حل هایی را بیان کرده است، به آن راه حل ها بپردازیم با جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. جناب مولانا، البته میدونید که اوضاع کشور ما از چندین دهه قسمی که من گفتم خوب نیست، اما آثاری از بهبود هم در چند کیلومتری دیده نمی شود. آثاری از خوبی و خیر دیده نمی شود. همه روزه مشکلات بیشتر می شود و رنج ها بیشتر می شود، زخم ها ناسورتر شده می رود. به نظر شما سرچشمه و منبع این مشکلات از کجاست؟ از کجا سرچشمه میگیره این مشکلاتی که ملت ما را همه روزه در خاک خون میکشونه؟ تشکر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. پیرامون نابسامانی ها و یا بی‌نظمی ها و مشکلاتی که در افغانستان هست، شما فرمودید که این ریشیابی بشه که از کجا هست. حقیقتا امروز ما نابسامانی های زیادی و مشکلات امت اسلامی در هر گوشه میبینیم و مشاهده میکنیم و از هر طرف ضربه میبینیم بر پیکر امت اسلامی خورده میشه و کوبیده میشه. که قبل از این که ما به سوال شما و به این نابسامانی ها و یا ریشه نابسامانی های افغانستان اشاره کنیم که خبر درد آور و رنج آور که قلوب امت اسلامی این خبر جریه دار ساخت که حوثی های یمن به دنیا ثابت کردن که ما از نسل همان ابرهه‌ای که سالی که رسول صلی الله علیه وسلم به دنیا تولد می شدن، یعنی قبل از تولد رسول صلی الله علیه وسلم در همان سال، میتونیم بگیم در سال 570 میلادی یا 71 میلادی، ابرهه از یمن پادشاهی حرکت میکنه به قصد تخریب کعبه معظمه و مشرفه که الله سبحانه و تعالی جواب دندان شکن داد که شما اگه با فیلهای بزرگ هم حرکت بکنید ولی توان و طاقت آن ابابیل ضعیف و پرندگان ضعیفی هم که من بر اینا دستور بدم، شما توانایی مقابله با اون مخلوق ضعیف مرا هم ندارید. حوثی های جنایتکار و که اولا در خود یمن چقدر جنایات را برا انداختن و چقدر مشکلات به ملت مظلوم یمن ایجاد کردن، شما شنیدیم که شب گذشته بسیار ناجوان مردانه، یعنی ثابت ساختن که اینها هیچ عقیده و باور و اعتقادی به کعبه و به مکه و به مدینه و به مشاعر و به مقدسه و اینها ندارن و ثابت ساختن که از اولاد همان ابرهه هستند که به طرف مکه مکرمه خانه خدا موشکر پرتاب میکنن که قصد و هدفشان زدن کعبه معظمه و مکه مکرمه بود که الحمدلله خوشبختانه که الله سبحانه و تعالی همه خادمین و حارسین و حافظین کعبه معظمه حفظ و حمایه خود داشته باشه با او قوتی که الله سبحانه و تعالی به مردان و رجال این سرزمین عطا فرموده. او موشک و او حرکت بیرحمانه و ظالمانه و خائنانه حوثی ها در 65 یا قریب 70 کیلومتری مکه مکرمه در هوا خنثی میشه و روسیایی برای حوثی ها و برای بادارانشان و برای حامیانشان ماند و دنیا خبر شد و دانست. مهمترین حرف اینه که دنیا دانست که این گروهی که در یمن در مقابل مجاهدین یمن استادگی کرده و بالاخره میخواه که مجاهدین یمن سربازان واقعی یمن از بین ببره، اینها تنها به یمن هدف اینا نیست بلکه هدفشان تخریب کعبه و تخریب مکه و مشاعر و مبارکه و مقدسه امت اسلامی هست. پس به همه امت اسلامی از یک طرف تسلیت میگم که واقعا او موشک طرف مکه روان نشد، او به طرف قلوب امت اسلامی شلیک شده بود و از این که او موشک دفع شد و خنثی شد برای امت اسلامی تبریک میگم و باید همه مسلمان ها بیدار باشن و هوشیار باشن که فرزندان ابن سبع یهودی هیچ وقت نمیخواهند که در روی زمین کعبه باشه و مکه و باشه و مدینه باشه و مشاعر و مبارکه و مقدسه و امت اسلامی باشه. نیاز به داره که همه مسلمان ها بیدار بشن، متوجه بشن. دیگه کعبه
خط قرمز امت اسلامی هست. کعبه یعنی و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة و من دخله کان آمنا. در دوران جاهلیت در کنار کعبه اگر شخص قاتل پدر خود را هم مشاهده میکرد برایش کار نداشت. در دوران جاهلیت، نه تنها بگیم در اسلام. اما امروز افراد پیدا میشه که با همه عظمت و بزرگی که کعبه داره او حرکت میکنه برای تخریب و یا شلیک میکنه موشک به خاطر وحشت اهل مکه. پس ما دانستیم که باید امت اسلامی از خواب بیدار بشه که هنوز در دنیا فرزندان ابرهه هست. ابرهه‌ای که 1400 سال یا بیشتر از 1400 سال که میخواست کعبه تخریب بکنه، امروز هم کسانی هست. امت نباید خواب بشن. پس این سبب بیداری امت اسلامیه و ما امیدوارم که انشالله میگه فقاره چون بلند شود آخر سرنگون گردد. به هر حال ما سرنگونی حوثی ها و حامی های اونها رو من میبینم به این حرکاتی که دست مندازن به مشاعر و مقدسات امت اسلامی، کعبه‌ای که چقدر نزد الله سبحانه و تعالی ارزش و عظمت داره. یقینا جناب مولانا، حوثی هایی که راهنمایی و رهبریشان از رژیم آخوندی ایران گرفته میشه، بدون شک این موشک از روسیه به ایران فرستاده میشه و از ایران توسط رژیم آخوندی ایران به دستان حوثی ها میرسه و سپس به سوی کعبه معظمه شلیک میشه. اینها ثابت کردن که قبله ما هم یکی نیست. به هر حال جناب استاد بزرگوار، هدف اینه که از هر جا میخواه موشک بره و به هر طریقی که میخواه بره، هدف اینه که حالا موشک طرف کجا حرکت کرد. دقیقاً در مکه کی هست، چی هست، کجا هست، مهم اینه. دقیقاً هر کس تحت هر نامی که این حرکت را انجام داده نشانه و دلالت بر گمراهی او و این را نشان میده که او هیچ ربط و ارتباط به کعبه و به امت اسلامی و به مکه نداره. دقیقاً. تشکر. سوال شما که این نابسامانی ها و این درد ها و این رنج ها از کجا سرچشمه میگیره؟ من یک مثال بیان میکنم، بعد از مثال حرفای خود را میگم. درست. افغانستان به منزله یک پیکره زخمی شده، یک پیکره که در از او دردها و رنج هاست. در یک جسم اگر درد میرسه، یعنی جسد مریض هست. درست. اگر این مرض باطینی باشه، شخص ما ظاهرا نمیبینیم اما مریضه، برایش میگیم که تو برو در فلان طبیب، در فلان کشور، در فلان منطقه، در فلان مکان، در فلان جا بیمارستان تو ریشیابی بکن که این درد از قلب هست، از کلیه هست، از شوش هست، از معده هست، از کجا. بعد این میره، بعد از تحقیقات به این نتیجه میرسه که من مشکلاتی که داشتم از تاثیر قلب من بود، از تاثیر معده من بود، از تاثیر کلیات من بود. اما یک نفر ظاهرا میبینیم دستش شکسته. دست وقتی شکسته دیگه حالا دیگه ما اینجا دیگه نیاز به تحقیق نیه که این پیش طبیب قلب روان کنیم یا پیش طبیب عیون چشم روان کنیم، پیش طبیب گوش روان کنیم. نه، دست شکسته، طبیبی هم مشخصه، برو پیش طبیب دست که این دست تو معالجه کنه. امراض و مشکلاتی که امروز دامنگیر ملت افغانستان هست نیاز به ریشیابی نیست که ما بیایم ریشیابی بکنیم که این مشکلات از کجا. خیلی واضح و شفافه. من نمونتاً چند نکته بیان میکنم، بسیار واضح، نیازی نیست. اما به معالجه او، به تداوی او نیاز به اینه که ما راه مناسب پیدا کنیم. چگونه دوای تجویز بشه، چگونه. اما درد مشخص هست. مثلا اول در نظام افغانستان چرا بی‌نظمیه؟ در افغانستان چرا بالاخره مشکلات؟ در افغانستان چرا نابسامانی های؟ ما در نظام افغانستان انسانهای خوب کم داریم، انسانهای شایسته و دلسوز کم داریم. این سبب نابسامانی ها شده، این سبب مشکلات شده، سبب بی‌نظمی و اینها شده.
چگونه؟ مثلا اگر شخصی بیان میکنه که رئیس جمهور افغانستان انسان خوبیه ولی زیر دستای انسانهای خوب نیان، یا یک شخص میگه رئیس جمهور خرابه زیر دستا خوبن. چنین نمیشه. اگر فرد رئیس جمهور انسان با صلاحیت هست، انسان دلسوز هست، انسان قاطع هست، باید از اون قاطعیت خود، از اون اراده محکم خود باید کار بگیره، باید زیر دستان خود را متوجه بسازه. پس بناهن یکی از راهها و سببها و اسباب اینه که ما در نظام افغانستان انسانهای خوب و شایسته و دلسوز کم داریم. نظامی که در او انسانهای شر، انسانهایی که شایستگی و لیاقت چوکیر نداشتن و به چوکی قرار گرفتن از این تعداد زیاد بود، طبعا ما هیچ وقت توقع این را نداشته باشیم که اون نظام بیای نابسامانی ها را جمع بکنه، این بی‌نظمی ها را جمع بکنه و این مشکلات برطرف بشه. مثلا در افغانستان بی‌نظمی از چی به وجود می آید؟ از بیکاری. امروز ما چقدر ملت افغانستان بیکار هست. بیکاری از کجا به وجود می آید؟ از بیشغلی. شغل شخص نداشته باشه چه کار بکنه؟ بیکار میمانه. بیشغلی از کجا به وجود می آید؟ از بیشعوری چنین مسئولین بیکفایتی که سر قدرت آماده. خیلی تعداد کثیری می‌بینید که فقط به مو هم مغم خود هست و دیگه هیچ به فکر ملت مسلمان الا ماشاءالله که انسان‌های دلسوزی داخل نظام هست ولی به اقلیت قرار داره. یک نکته دیگری که ما مثلا از رئیس جمهور پرسان میکنیم که جناب آقای رئیس جمهور، نابسامانی‌هایی که در افغانستان هست، بی‌نظمی‌هایی که در افغانستان هست، مشکلاتی که در افغانستان هست، شما در طول چی رئیس جمهور قبلی چی رئیس جمهور فعلی، شما در طول این 14-15 سال که میلیون ها نه میتونیم بگیم میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر شد، آیا در افغانستان ما امروز از مشکلاتی که آیا ملت افغانستان مشکلات امنیتی و حل شده؟ نه. یک. آیا مشکلات برق افغانستان حل شده؟ نه خیر. آیا مشکلات سرک‌های افغانستان حل شده؟ نه خیر. آیا مشکلات اقتصادی ملت افغانستان حل شده؟ نه خیر. هر کدام اینها رو وقتی که ما نگاه میکنیم، آیا مشکلات دین و دینداری ملت افغانستان حل شده؟ آیا مشکلات زراعت افغانستان حل شده؟ یک نمونه‌ای که ما بگیم امروز در افغانستان در عرصه برق الحمدلله مشکل نداریم. خیر، زراعت نشد برق کو داریم؟ برق نشد زراعت ما کو تقویه شد. حالا زراعت نشد همین دین و دینداری ما کو سر جای خود ماند و الحمدلله در دین کو زیاد خدمت شد. حالا از این همه بگذاریم، برق نداریم، زراعت نداریم، اقتصاد نداریم، الحمدلله به این مدت یک امنیت کو داریم. اگر یک لقمه نان تر و خشک میخوریم در سایه امنیت کو هستیم. اما نه، امروز فقیر ما هم نانر با اون عوضی که به آب تر کنه با خون تر میکنه میخوره، غنی و سرمایه‌دار متاجر افغانستان هم تا لقمه نان میخوره که دسترخوان رنگارنگی هم داشته باشه، لرزیده و بالاخره با ترس و هراس اون نانر تناول میکنه. پس به هر حال نابسامانی هایی که در افغانستان هست، بی‌نظمی هایی که در افغانستان هست، یکی از اون راه ها که واضح و شفاف هست گفتیم که نیازی نیست که ما ریشه یابی بکنیم، تحقیق بکنیم، کتابا و کتابخانه ها و بالاخره بیایم بگردیم که ریشه مشکلات در افغانستان چی. اشخاصی که سر قدرتن، لیاقت و شایستگی نداشتن، ندارن، آمدن سر قدرت و انسانهای کارکن، انسانهای متخصص، انسانهای دلسوز کنار زده شدن و اشخاص هم که دلسوز و مخلص داخل نظام و حکومت هستن صلاحیت ندارن. این سبب از اسباب نابسامانیات. دوم، فشار اقتصادی. قبلا هم اشاره مختصری دادم، فشار اقتصادی بالای مردم تاثیر منفی گذاشته. وقت مشکلات اقتصادی رسول صلی الله علیه و سلم با او عظمت و بزرگی میگن اللهم انی اعوذ بک من الفقر. خدای ما به تو پناه میجویم از فقر. رحمت للعالمین، از فقر به خدا پناه میجویه. چون عواقب فقر چیه؟
عواقب فقر بی‌نظمی، بی‌عدالتی، صدها مشکلات دیگه، قتل، کشتار، نعوذ بالله، سر آخر به کفر، انسان رو به کفر. پس این قضیه مسئله اقتصاد که باز هم سوال میشه از مسئولین، از رئیس جمهور افغانستان، چرا به زراعت افغانستان توجه نشده؟ سر زراعت افغانستان کار بشه، به دهقان ارج و احترام گذاشته بشه، خیلی از این نابسامانی ها برداشته میشه، مردم مصروف میشه به کشت، به زراعت، بالاخره به مصروف به دست آوردن لقمه نان. چرا به تجار ملی بالاخره ارج و احترام گذاشته نمیشه، تشویق نمیشه؟ از فلان تاجری که در افغانستان سرمایه گذاری کرده، در افغانستان سرمایه خود را با همه مشکلاتی که در افغانستان هست آورده سرمایه گذاری، از این تاجر چرا قدر نمیشه، تقدیر نمیشه؟ چرا شهرک‌های صنعتی تقویه نمیشه؟ اگر شهرک‌های صنعتی تقویه شد، چون شما علاج و اینها را گفتیم، من وقتی سبب و مشکل رو میگم علاج رو بیان میکنم. اگر به زراعت توجه بشه، نابسامانی‌ها برداشته میشه، چون مردم از بیکاری نجات پیدا میکنه. بیکار، شما نگاه کنیم هر انسانی که امروز در هر منطقه و قریه‌ای که جنگ، مشکلات، قتل، کشتاره، شما پیشتر از ولایت غور اشاره کردیم، ولایت غور 10 نفر کشته میشه. طالب هم میگه من نکشتم، دولت هم میگه من نکشتم. خب ایرا کی کشته؟ ریشیابی بکنیم، نگاه میکنیم 10 نفر انسانی که بیکار مانده، علم هم نداشته که بفهمه که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، کسی که یک مسلمان به ناحق بکشه جای جهنمه. ایرم که دولت بریو یاد نداده، زمینه درس و تعلیم فراهم نکرده، کارم بریو ایجاد نکرده که از بیکاری نجات پیدا. کسی که علمم نداشته باشه، بیکارم باشه، شغل و وظیفه هم نداشته باشه، تفنگی هم به دستیو باشه، از او چی توقع بیره؟ او چه کار باید بکنه؟ پس در این راستا چرا به تجار ملی، اگر به تجار ملی توجه بشه، نابسامانی خیلی برداشته میشه، ملت مصروف میشه، مشغول میشه. جریان مسئله چرا از صنعتگر، از هنرمند واقعی کشور تقدیر نمیشه؟ امروز ما در افغانستان چقدر خطاطای زیاده و زیبای داریم، شخصیت هایی که رسول الله میفرمایند الناس معادن که معادن الذهب والفضه، انسان ها گنج هایی که مثل گنج طلا و نقره، اما ما گنج ها رو گذاشتیم میریم به سراغ گندها. بسیار نکته زیبایی، به سراغ گندها میریم، از اونها تقدیر میکنیم. هنرمند معماری میکنه، مهندس، انجینر، طبیب، 10 فن دیگر شرعی که در داخل افغانستان ملت افغانستان دارای او فن رفتن، درس خواندن، تحقیق کردن، مطالعه کردن. چقدر انسانهای تحصیل کرده بیکار ما داخل افغانستان داریم. پس بناهن حکومت افغانستان میخواد که نابسامانیان برداشته شه، از خطاط ما تقدیر نمیشه، از هنرمند واقعی ما تقدیر نمیشه، از معمار و مهندس و از تاجر و از زراعت و از دهقان و از اینا تقدیر نمیشه. برای ما پروسی ایجاد کرده تحت نام ستاره ننگین سیاه افغان که دخترها و بچه های مسلمان ها رو به بی‌حیایی و فساد و به بی‌بندوباری و به اینها بکشانه. که من میخواستم روی این موضوع بیشتر صحبت بکنم. انشاءالله من دوست دارم که یک برنامه خاص سر از این گذاشته بشه. حتی قضیه ورزشکاران ما، آن قدری که ما میبینیم از انسانهای فاسق و فاجر در داخل افغانستان تقدیر میشه، از یک ورزشکار نمیشه. ورزش در داخل افغانستان، اما اینجا من یک نکته باید اشاره بکنم که در داخل افغانستان ورزشی که امروز برای دختران افغانستان ساختن به نام فوتبال و به نام تکواندو و به نام فلانها و فلانها و حتی مسابقات بین المللی، این هم یک موضوع خاصه. قبل از اینکه به اون موضوع خاص بریم، ما برای خواهر و برادر مسلمان خود که داخل افغانستان و خارج، برای مسلمان، گفتم برای مسلمان، ورزشی که امروز در افغانستان برای دختران افغان دشمنا ساختن، خواهر مسلمان، مادر مسلمان، پدر مسلمان، متوجه باش که این ورزش خلاف شرعه، حرامه. ان شاء الله اگر عمر باقی بود برنامه خاص روی این موضوع گذاشته میشه. وقتی ما میگیم حرامه، این از پیش خود نمیگیم،
دین مبین اسلام میخواد که تو دور در صدف یا صدف در دور در حفظ باشی. چقدر از یک شیء با ارزش حفاظت میشه. هیچ کس در دنیا ندیدیم تلار بیاره سر راه بگذاره. تو تلایی خواهر، نباید تو را دشمنا ملعبه دست خود قرار بده. عظمت، جایگاه و بزرگی زن فقط در اسلام هست، در هیچ جا یافت نمیشه. این عظمت و بزرگی که قرآن برای تو داده. پس در این راستا پدران مسلمان، مادران مسلمان، خواهران مسلمان، دین مبین اسلام به این چنین ورزشی که فعلا در داخل افغانستان و جاهای دیگری که تحت نام اسلام دختر مسلمان را کشاندن به صفحه تلویزیون با عکس و بالاخره با دویدن و با برآمدگی بر اندام و اینها، این ورزش نیست، یک عمل حرام هست که تو مرتکب شده. متوجه باش که انشاءالله جناب استاد بزرگوار روی این موضوع یک برنامه خاص باید صورت بگیره، چون دختران مسلمان نباید فریب بخورن. زن ورزش بکنه با شرایط اسلامی رو انشاءالله به برنامه‌ای که خاص به این موضوع ارتباط داشته باشه ما بیان میکنم. نکته دیگری که باز هم سبب و اسباب نابسامانی ها و اینها رسانه‌های لجام گسیخته هست. حکومت افغانستان میخواد که این نابسامانی ها، این بی‌نظمی ها برطرف بشه. خب ملت مسلمانه. رسانه هایی که امروز داخل افغانستان با رقص و سما و پایکوبی و اینها، خود اینها نابسامانی، بی‌نظمی رو وجود میاره. اختطاف امروز انسان ها یاد گرفتن، از روی این فیلم ها یاد گرفتن، فیلم هایی که داخل افغانستان پخش میشه. اگر ما فرار از منزل داریم که زن فرار میکنه، از روی همین فیلم ها یاد گرفته. اگر ما امروز میبینیم که یک جوان مسلمان برادر خود را یا همسایه خود را به چاقو میزنه، بدماشی میکنه، از روی همین فیلم ها یاد گرفته. پس این رسانه های لجام گسیخته، اگر ما میبینیم حتی شاهد اسراف و تبذیر و رسم و رواج های بد و غلطی که داخل افغانستان هستیم، این اثر سوء همین رسانه ها هست. پس اگر خواسته باشیم که این نابسامانی ها برطرف بشه، این بی‌نظمی ها دور بشه، باید حکومت افغانستان نسبت به رسانه های افغانستان تصمیم بگیره. نسبت به رسانه های افغانستان، حتی دنیای غرب یک حد و مرزی داره در رسانه های خود. بعضی فیلم ها از ساعت 10 شب در کشورهای اروپایی ممنوع میشه، باز میشه. قبل از 10 شب ممنوع است، ممنوعه. بعضی افلامی از 11 و 12 شب حد و مرز داره. این به خاطر چی هست؟ در ساعتی که میگه اطفال بیدار هستن باید این فیلم را نبینن، در ساعتی که خواب هستن این فیلم را نبینن، و در این قسمت بر اینا تعیین کرده که چی را ببینن و چی را نبینن. اما در داخل افغانستان میبینیم که بالاخره تمام سریال های مبتذلی که پخش میشه، چاقو زدن را یاد بده، دزدی را یاد بده، عشق و عاشقی تحت نام بالاخره فسق و فجور را به او یاد بده، و همه اینها برنامه هاییه که اینها نابسامانی ها رو به وجود آورده، اینها بی‌نظمی ها رو به وجود آورده، اینها مردم را انگیزه داده. حتی نکته مهمی که جناب استاد بزرگوار حتی از جوانان ما که استفاده میکنن که میای یک نوجوان میای خود در ملای عام انفجار میده. وقتی ایر نگاه کنیم، چرا این جوان آمده خود را انفجار داده در جایی که حتی کافر هم نبوده؟ چرا انفجار داده؟ خب ایر چنان مغز از ایر شستشو دادن، ایر شوندن بر مقابل تلویزیون افغانستان که در داخل افغانستان ببین چی میگذره. ملت افغانستان همه کافر شد، ملت افغانستان همه بیدین شد، ملت افغانستان همه فلان شد و فلان شد و فلان شد. اینجا ای از احساسات دینی این جوان استفاده میکنن. این جوان میگه وقتی اینها همه کافر شدن دیگه میرم همه اینا رو میکشم. خارج از افغانستان ملت افغانستان از دید این رسانه ها میبینه. اما از این غافله که این 4 تا استا آمدن داخل 2 تا تلویزیون استابازی کردن، رفتن. ملت افغانستان مجاهد بوده، قهرمان بوده، مسلمان هست، مسلمان خواهد بود. از حال امروز و دیروز و 10 سال پیش و 100 سال پیش هم نیست. 1300 سال میشه که ملت افغانستان پیرو قرآن، سنت رسول صلی الله علیه و سلم، پیرو اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم بوده و هست. پس این رسانه های لجام گسیخته اسباب و سبب نابسامانی،
سبب بینظمی، سبب رنج، سبب مشکلات در داخل افغانستان اینها شده. نکته دیگری که میفهمم شما اشاره میکنیم که وقت کمه، حضور نیروهای خارجی طبعا از جمله سبب و اسباب نابسامانی ها هست که همه ملت افغانستان رنج میده و راه حلی هم همینه که برای اونها گفته بشه که حالا شما داخل افغانستان آمدید، آیا به موضوعات دینی و اسلامی و شخصی مسلمان ها کار دارید یا اینکه مسائل سیاسی خود را پیش میبرید؟ اینجا بحث هست. اگر نیروهای خارجی به مسائل داخلی افغانستان مداخلت میکنن، طبعا بی‌نظمی به وجود میآید، نابسامانی، چون ملت افغانستان ملتیه که هیچ وقت نمیخواد که بیگانه بر سر اونها حاکم باشه. این طبیعت ملت افغانستان هست و از همه مهمتر یک مسلمان نمیخواد که حاکم از او یهود و نصارا باشه، میخواد مسلمان باشه. پس دست نیروهای خارجی در مسائل تداخلات یا مداخلات داخلی کوتاه بشه. نکته دیگری که باز هم اشاره میکنم، قضیه رشد روافض در افغانستان از لحاظ قدرت سیاسی، این سبب شده از اسباب نابسامانی ها هست که قدرتمندا امیر میفهمن، ملت افغانستان امیر میدانه. مثلا وقتی که روافض در افغانستان رشد میکنه، سبب نابسامانی و بی‌نظمی میشه. قبلا دیدیم قضیه برق افغانستان تعلق به مسئولین داره، کی امضا کرد کی امضا نکرد، کجا برق میره. برقی که داخل افغانستان آمد بارها و بارها گفتیم، نه آقای اشرف غنی خواست کل برق به خانه خود میبره، نه قوه اجراییه دکتر صاحب عبدالله کل برق به خانه خود انتقال میده. برقی از هر گوشی افغانستان بیایه به همین ملت افغانستان تقسیم میشه. اما این بی‌نظمی از کجا ایجاد شد؟ قضیه برق، قضیه تظاهرات، قضیه انفجار، کشته شدن، قتل، همه اینها مسائلیه. پس رشد روافض سببی از اسباب نابسامانی شده و در آینده بیشتر و بیشترتر خواهد شد. حتی در قضایا دیدیم که حکومت را مستقیم و غیر مستقیم اخطار دادن. حکومت را وقتی اخطار دادن، حکومت را بالاخره در این راستا. ما وقتی روافض میگیم، خب این حوثیایی که موشک در بالای کعبه شلیک کردن، اینا کیاین؟ همین روافضی هستند که امروز دنیا رو بالاخره در سوریه چی وضعیتی برای افتاده. یمن امروز راکت در طرف کعبه معظمه شلیک میکنه، طرف مکه مکرمه شلیک میکنه. ما از این نکته ملت افغانستان این برداشت نکنن. ما یک رافضه داریم، یک شیعه داریم. شیعه در افغانستان اونهایی که بار سالها زندگی کردن، خلفای راشدین توهین نکردن، با اصحاب رسول صلی الله علیه و آله توهین نکردن، در هر گوشه ای از دنیا ما شیعه و سنی میبینیم کنار هم دیگر زندگی میکنن، زندگی دارن، حتی بالاخره معامله دارن، نشست و برخاست دارن. اما رافضی ها نه به فکر شیعه، نه به فکر سنی، به فکر رسیدن به قدرت خود. ده ها شیعه رافضی ها به کشته دادن در قضیه برق، هیچ ارزش نداره. عاشوراهای امروز در رأس رافضی هایند که شیعه های مسکین رو به کشته میدن. این باید تشخیص داده بشه، تفکیک بشه. خود برادرها و خواهرای باید این قضیه رو بفهمن و قضیه رو بدانن و مار نباید دشمنان اسلام ملعبه قرار بدن که ما به جان همدیگر بیفتیم و بالاخره در این راستا. نکته دیگری که باز هم در اخیر اگرچه نکاتم زیاد شد اینه که میگیم حکومت نابسامانی ها رو به وجود آورد، انسان‌های خوب در رأس نیه، انسان‌های خوب در پست‌های مختلف، ما انسان‌های خوب کم داریم. خیلی از نابسامانی‌های جامعه، مشکلات جامعه، بی‌نظمی جامعه برمیگرده به بسیاری از ملت افغانستان. قضیه ربا، سود، بانک‌های ربوی در افغانستان کی سود میگیره؟ کی سود میده؟ او کسی که پشت میز نشسته که رشوت میگیم رشوت خور هست، حکومت و ادارات فاسد شده. کی او را فاسد کرده؟ این ملت او را فاسد کرده، رفته برای رشوت داده. خب ربا چی حکم داره؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسول. جنگ با خدا، با پیامبر. بعضی از ملت افغانستان، مردم افغانستان، اونهایی که به کار و معامله به سود و به ربا و به اینها آلوده، اینها بدانن که اعلان جنگ با خدا و پیامبر کردن. کسی که با خدا و پیامبر جنگ بکنه، الله سبحانه و تعالی
با او چگونه؟ آیا مقابله با الله میشه؟ آیا جنگ با الله سبحانه و تعالی؟ قضیه رشوت، لعنت الله علی الراشی و المرتشی و من یمشی بینهم، لعنت شده کسی که رشوت میده، رشوت میگیره، کسی که بین اونها وساطت میکنه. این قضیه زنا در گوشه و کنار که اگر شنیده میشه، قضیه حتی کفران نعمت، چگونه کفران نعمت؟ الله سبحانه و تعالی به تو سرمایه داده، الله سبحانه و تعالی به تو عزت داده، اما تو میای این سرمایه خود را صرف رای فسق و فجور و تبذیر و اسراف و لهو و لعب و موسیقی و اینها. پس بناء الله سبحانه و تعالی به تو صوت خوشی داده، این میری آلوده میکنی به تحت نام ستاره افغان. برو این صوت در خدمت قرآن بگذار، برو این صوت در خدمت دعوت بندگان الله به سوی الله بگذار. مسئله اسراف هایی که میبینیم، بی‌حجابی هایی که میبینیم، اینها آیه که در ابتدا تلاوت شد، الله سبحانه و تعالی به صراحت کامل میگه و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله سبحانه و تعالی یک قریه مثال میزنه. احساس بکنیم قریه افغانستان. الله سبحانه و تعالی میگه در یک قریه، در او قریه الله امنیت داد، الله سبحانه و تعالی آسایش داد، الله سبحانه و تعالی رزق و روزی را از هر طرف فراوانی داد، الله سبحانه و تعالی نعمتهای فراوانی داد، اما این قریه چه کار کردن؟ فکفرت بانعم الله، کفران نعمت کردن، قدر امنیت را نفهمیدن، قدر آسایش را نفهمیدن، قدر بالاخره دین و دینداری را نفهمیدن، فکفرت بانعم الله. الله چیکار میکنه؟ این اهل قریه رو آیا با حال خود اینا رها میکنه؟ فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله اینا رو میپوشانه با لباس ترس، بترسن. امروز در افغانستان فقیرم میترسه، چوپان هم آرام نیه، چوپان پشت گوسفندا کشته میشه، تاجر به پشت میز تجارت کشته میشه، وزیر به پشت میز وزارت کشته میشه، رئیس جمهور هم اگه 100 نفر بریگارد و دم دستگاه نداشته باشه به 2 ساعت کشته میشه، شاید به 2 ساعت هم نرسه. از رئیس جمهور تا چوپان این کشور در امن نیست. به خاطر چی؟ فکفرت بانعم الله. مسلمان نمیشه که هم خدا، هم به اصطلاح بگم مثل عوامی از هم خرما، هم بیای انسان بیای هم شیطان را از خود راضی بکنه هم خدا را راضی بکنه. نه، سهم سوچه. کشورهای اروپایی چرا در امنه؟ مشخص راینا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کشورهای اروپایی هیچ ارتباطی با خدا ندارن، خدا می دنیا رو برای اینا جنتی کرده، امن، امان، گلستان و دریغه. اما تو مسلمان وقتی ارتباط با الله داری، میگیم بنده اللهم، فردا از الله جنت طلب کردی، لقای پروردگارت طلب کردی، در دنیا باید با خدا زندگی کنی. وقتی با خدا زندگی کردی، خدا در دنیا برای تو امن و امنیت. اما وقتی از خدا فاصله گرفتی، خدا برای تو این دردها و رنجا رو میاره، به خاطر توجه، به خاطر ابتلا و آزمایش، به خاطر صبر و استقامت تو. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. مشکلات اقتصادی خراب میشه، مسائل امنیتی خراب میشه. ادامه آیه نکته بسیار مهم اشاره میکنه. این خوف و این مشکلات اقتصادی و مشکلات ناامنی به خاطر چیه؟ بما کانوا یصنعون. اینها به سبب او فعلهایی که خود شما کردیم، اینها به کارهایی که خود شما انجام دادیم. پس از اسباب و سبب نابسامانی هایی که در افغانستان یا بی‌نظمی هایی که در افغانستان، ملت افغانستان هم باید کمی به خود بیایه و این قضیه باید متوجه بشه که ما مسلمانیم، باید مسلمانگونه زندگی کنیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای کسانی که ایمان آوردید، ای مسلمان ها، وقتی شما به اسلام داخل شدید به تمام معنا داخل شوید، نه اینکه یکی را قبول کنید یکی را قبول نکنید. ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. گام های شیطان را حتی شما پیروی نکنید، چی برسه از خود شیطان. به خاطر چی؟ انه لکم عدو مبین. این دشمن برای شما دشمن واضح و آشکار است. ببخشید که طولانی شد و شما خواهش میکنم. تشکر. سلامت باشه جناب مولانا صاحب که سرچشمه های مشکلات ملت عزیز ما افغانستان را ذکر کرده. شما در خلال صحبت هایتان گفت به حادثه غور اشاره کردین. البته در حادثه غور حدود 30 هموطن ما که گفته میشوند چوپان بودن و مردم عادی و رعیت و دهقان بودن، بسیار وحشیانه کشته شدند
بسیار جالب است البته که مثل همیشه معمول شده تقریبا ریاست جمهوری و ریاست اجرایی دولت افغانستان در مجموع میآیند چنین حادثات محکوم میکنن و دشمنان قسم خورده افغانستان را انجام داده. معلوم نیست که دشمنان قسم خورده افغانستان کی است و در کجاست. از سوی دیگر البته طالبان هم این عمل را محکوم کردند و اعلان براءت جستند. پس به نظر شما آخر چنین حادثاتی که هیچ معلوم نیست که کی میکنه شما خبر دارین؟ اگرچه سوال شما جالبه که میگم حکومت هم محکوم کرده، طالب هم محکوم کرده و از ما پرسان میکنیم که ایرا کی کرده. ما واقعا سوال شما بسیار جالب، والله اعلم. این شکل شما سوال کردیم که ما رئیس امنیت ملی افغانستان باشم یا در امنیت در این راستا. به هر حال سوال شما سوال جالبیه، ولی مختصرا پاسخ بدید. به این که بدون شک در کشوری که قبلا اشاره کردیم وقتی درس و تعلیم و فرهنگ و اینها نباشه و ملتی که خودش به دست خود در کناری که علم نداره، در کناری که دانش نداره، صلاح داره، برای از دیگه فرق گناه و ثواب و اینها مطرح نباشه، خب این قضایا از چند چیز سرچشمه میگیره. این که حکومت نکرده، طالب نکرده، پس کی کرده؟ اولا جهل مردم، بیخبری از خدا، از دین، از پیامبر. فکر میکنم طوری که اخبار اگر شما حتما پیگیری کرده باشیم، اصل قضیه سر گوسفندا و بالاخره رمه و گوسفند و چوپان. قضیه معلومه که دزد بوده، میخواسته رمه رو بالاخره بدزدن و شکل قطاع الطریقی و راه گرفته بودن و اینها. اما نکته دیگر هم باید هم ما فراموش نکنیم، به این که خیلی از اخلال هایی که داخل کشور میشه دستهای مرموزانه و مغرضانه کشورهای همسایه هم هست، تا ای که برای دنیا نشان بدن که افغانستان ناامنه، افغانستان مردم جاهل داره، افغانستان مردم بالاخره فلان و فلان. ملت افغانستان در این حرکات میخوان به دنیا آبروی اینار، جایگاه اینار خدشدار بسازن، در حالی که ملت افغانستان کار شاید یک نفر دو نفر کرده. 40 میلیون کم و بیش ملت افغانستان میآیند زیر سوال و بدنام کردن. قضیه دیگری هم احتمالات در افغانستان که بازم به قضیه به جهل برمیگرده، بازم والله اعلم اینا همه بحث‌های احتمالی هست. در یک منطقه شاید اشخاصی باشن از قدرت افتاده باشن، الان میخوان به خاطری که پس به همون مقام و منصب و چوکی خود برسن، میآیند در منطقه اخلال میکنن تا به مرکز افغانستان نشان بدن که فلانی آمد امنیت را گرفتن نتوانست، فلان ولی، فلان قماندان، فلان مسئول امنیت، فلان و فلان. پس اینها حرکات احتمالی هست و بیشتر و بیشترتر برمیگرده به همان قضیه جهل و قضیه نادانی. این بسیار حرکت خیلی بگم که واقعا دلخراش کننده بود که اگرچه در افغانستان کدام حرکت هایی که قتل داره دلخراش نیست، اما در این قضیه که از همه دلخراشتر در این جیه که طالبم میگه من نکشتم، دولتم میگه من خبر ندارم، طالبم میگه من خبر ندارم. پس چی کسانی؟ چرا پس قاتلین اینها پیدا نمیشه؟ این باید سوالیه که از واقعا بگذارین سوال بعدی است. اجازه بدید یک میان برنامه کوتاه را ببینیم. بیننده عزیز، میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. با ما باشید.
شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع افغانستان، زخم ها و مرهم ها خدمت شما هستیم. البته به زخم های زیادی جناب مولانا اشاره کردن. امیدوار هستیم که مرهم های نیز ارائه بکنن ان شاء الله در دقایق بعدی. جناب مولانا شما گفتین که وقتی که دولت هم بدوش نمیگیره و محکوم میکنه، طالب هم بدوش نمیگیره محکوم میکنه، چرا قاتلین پیدا نمیشه؟ اینجا بسیار جالب است. دولت افغانستان این هم عادت شده، خیلی عادت روان هست. بعد از هر حادثه ما میبینیم بعد از هر حادثه یک هیئت حقیقتیاب ساخته میشه، متشکل از چندین ارگان دولتی، نماینده های در او می باشن، شاید تعدادشان به دهات هم برسن. اینا میرون در جایی که قضیه رخ داده و تحقیقات خود انجام میتن. اما ما هیچ بار سراغ نداریم که این هیئت های حقیقتیاب به حقیقت رسیده باشند، قاتل یا مجرمی را گرفته باشند، یا دولت عکس العمل در مقابل مجرم نشان داده باشه. واقعا چرا این هیئت های حقیقتیاب هیچگاه به حقیقت نمیرسن؟ طبعا ما نمیتونیم که کل هیئت هایی که به فرمودی شما حقیقتیاب هستن حقیقت را نیافته باشن. طبعا حتما مجرمینی هم در افغانستان به جرم خوب و سزای اعمال خود رسیده. داشتیم در گذشته ها بسیار محدود، حتی اعدام هم داشتیم، حتی در عرصه زندان افتادن، اما به اقلیت. شاید کدام غریب مسکین کسی بوده بی‌واسطه بوده باشه بالاخره در این راستا که حکم سر از او جاری شده. اما هیئت هایی که تحت عنوان حقیقتیاب چرا به حقیقت نمیرسن؟ خود دنبال حقیقت نمیرن. اگر دنبال حقیقت برن و حق را مد نظر داشته باشن، یعنی گامی که برمیدارن به خاطر حق بردارن، طبعا او سفر به نتیجه خوب و او جرم به زودترین، مجرم به زودترین فرصت و او قاتل به زودترین فرصت و او جنایتکار به زودترین فرصت به چنگال قانون سپرده میشه. همین هیئت های حقیقتیاب ما در دیگه کشورها هم میبینیم. مثلا نمونتاً ما کشور عربستان سعودی رو مثال میگم. در عربستان سعودی ما خیلی کم داریم که اصلا شاید نداشته باشیم که قتل در گوشه ای از این سرزمین صورت گرفته باشه و قاتل پیدا نشده باشه. حتی نه تنهایی که به چند ماه برسه، به چند روز، به ظرف 24 ساعت، به ظرف 48 ساعت، به ظرف 2 روز، ولو که در هر دورترین نقطه عربستان سعودی چنین حالتی صورت بگیره، قاتل به زودترین فرصت به دست می آید و پیدا میشه. و در اینجا تفکیک هم صورت نمیگیره که چند روز قبل شما اگر اخبار دیده باشیم که یکی از خاندان شاهزاده ها بود که قتل کرده بود، ولو که امیرهای بزرگ سعودی هم برای از او پیشنهاد کردن به طرف مقتول که تو ببخش و بالاخره دیت بگیر و پول بگیر، او نبخشید. وقتی نبخشید محکمه عربستان سعودی فیصله کرد که باید قصاص بشه. اما قصاص هم شد. این نکته اینجاست که هیئت های که اونها به اصطلاح حرکت میکنن به تحت حقیقتیاب، من دو نمونه رو اشاره میکنم که واقعا هم خنده‌دار هست و هم من نمیفهمم مسئولین افغانستان، خود اصلا رئیس جمهور افغانستان همین هیئت هایی که میفرسته، وقتی که اینا برمیگردن شاید اینها اگر عقل داشته باشن که چند لحظه میشینن میخندن که بر ملت خب بازی کو دادیم. اگر اینها برای خود اینها دستاورد بگیرن، بگن ما حقیقتا رفتیم که حقیقت رسیدیم، این واقعا مضحکانه هست و خنده‌دار هست و واقعا ملت فریبی هست. مثلا قضیه قندوز، هیئت حقیقتیاب وارد قندوز میشه، چندین نفر، چندین روز قضیه قندوز را تحقیق میکنن که به حقیقت برسن که چرا مشکلات در قندوز هست. از زبان یکی از افرادی که جز هیئت حقیقتیاب بود، از افراد بلندپایه حکومت، او میگه ما 200 صفحه تحقیقات ما شد، در 200 صفحه نوشتیم، بعد حرفای مردم و موسفیدار هم جمع کرده با این 200 صفحه ضمیمه کردیم، به رئیس جمهور تقدیم کردیم. اینجا چند نکته. اولی و این هیئت به اونجا به تألیف و به تحقیق کتاب رفته بوده که کتاب بنویسن 200 صفحه. نکته دیگه، آقای رئیس جمهور آقای اشرف غنی
قسم بدیم، بگیم تو را قسم به او خدایی که پرستش میکنی از این 200 سفر امی 5 سفر خواندی؟ چند سطر خواندی؟ ولو که آقای اشرف غنی رئیس جمهورم خوانده، نتیجه چی شد؟ نتیجه قندوز چکار شد؟ آیا امروز ما در قندوز مشکلات نداریم؟ آیا امروز ما آوارگی و بیچارگی مردم قندوز را مشاهده نمی کنیم؟ ثمره و نتیجه این 200 صفحه، این هیئت بلندپایه، این همه مصارف، این همه امکانات، همه تشکیلات، همه این مال بیت المال که در ایران مصرف میشه، ثمره و نتیجه چی شد؟ چی تصمیم گرفته شد؟ هیئت دیگری که از طرف رئیس جمهور حرکت میکنه میره طرف کاپیسا، ارتباط به فلانه بنت فلان، قضیه یک زن چرا کشته شد، هیئت میره بعد از چندین روز تحقیق میکنه. این بینندگان عزیز دقت کنن، چند روز تحقیق کرده باشن؟ قریب به 17-18 روز میگه تحقیق شد، چندین روز میگه تحقیق شد. خب والله اعلم، ولی هیئت رفت تحقیق شد هر چی که بود. درست. که 18 روز دقیق اخبار رو وقتی من خواندم دقیق به فکرم نیست، چون وقتا بوده. درست. چند وقت قبل بوده که 18 روز قضیه قندوز بود یا قضیه این کاپیسا. والله اعلم. درست. هیئت میره با همه سرمایه گذاری، با همه بالاخره مصارفی که در اونجا صورت میگیره، با او امنیتی که باز در اون ولایت از این هیئت گرفته میشه، اینا میرن با همه تحقیقات. این هیئت رفته در کاپیسا با علما، با امور زنان، با والی، با متنفذین، با موسفیدها، با فلان 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 نشست و برخاست کرده، به این نتیجه رسیدن که این قتل فلانه بنت فلان توسط افراد ناشناسی بود که به قتل رسید. این گزارش رو تقدیم میکنن به رئیس جمهور. شما از این چی نتیجه میگیریم؟ خب این من کاپیسا رو ندیدم، قضیه رو خبر نداشتم، اخبار شو که اعلان کرد که یک زن توسط افراد ناشناس کشته شد، کل دنیا فهمید دیگه نیاز به هیئت نبود دیگه. قاتل از این زن کجا شد؟ کسی که را کشت کجا شد؟ پس بناهن هیئت‌های حقیقتیاب در حقیقت کلاهگذاری بر سر بر مردم سر است. ملت و مردم اینها و این مصارفی که اینها میشه. اینها من فقط آخرین حرف خور این رو میگم که هیئت‌های حقیقتیاب 200 صفحه که ترتیب میدن به رئیس جمهور تقدیم میکنن، متوجه باشن که در حشر از 200 صفحه پرسان میشه. روز احکم الحاکمین و اقیم الوزن بالقسط، روزی که ترازوی عدل، عدالت، احکم الحاکمین اعدل العادلین ترازو را میگذاره. از این هیئت‌های حقیقتیاب اونجی چهره‌های حقیقی اینها افشا میشه که اینها به این سفر چکار کردن. رفتن بسیاری از این هیئت‌هایی که در ولایات میرن که از تحقیق کنن چرا ظلم شده. اطراف اینا ظالمین داره، ظالم بر اینا آب میده، نون میده، جلوروی میکنه و بالاخره ترتیب و تنظیم، حالا نمیگیم همر، اکثریت ترتیب و تنظیم میده با او توفه ها و بالاخره تحت نام شیرینی و پازر که هرچی که داره برمیگردن و بالاخره گزارش خور میدن که هیچ گپی نبوده. او ملت باید بسوزه، او زنی که کشته شد، او مردی که کشته شد، او خبیث و جنایتکاری که مثلا به دختر تجاوز کرد، او بدبختی که به طفل معصوم تجاوز کرد، و او حیوانی که بالاخره دیگه جنایاتی کرد، اینها همه پایمال میشه و بالاخره هیچ کس گویا که هیچ حرفی نبود و بالاخره 200 صفحه به رئیس جمهور تقدیم شد. رئیس جمهور اینا رو خواند، چکار کرد؟ با آرشیو خو گذاشت. چی شد؟ هیئت کاپیسا بعد از تحقیق و اینها رفتن ها، بعد از همه تحقیقات این زن توسط افراد ناشناس کشته شد و رفت. این گزارش اینا بود. هیئتی که به بامیان رفت قضیه چکار شد و بالاخره کجا؟ هیئتی که ده ها هیئت دیگری که اینها، که آخرین حرف اینه که اگر امروز کسی نباشه از اینها پرسان بکنه، فردا به حشر احکم الحاکمین پرسان خواهد کرد. انشاءالله. تشکر جناب مولانا. هیئت‌های حقیقتیاب باید بدانند که تحقیقاتی که اینجا میکنن یک نسخه از او را اگر برای دولت و برای ارگان‌های دولتی تقدیم میکنن، باید یک نسخه داشته باشند که فردا در روز محشر وقتی که ترازوی عدل، میزان عدل و قسط و انصاف احکام الحاکمین گذاشته میشه، آنجا باید تقدیم کنند. برای آن روز هم پاسخی داشته باشند. درست است که امروز بالای ملت بیچاره ما کلاه میگذارن و مردم فریبی میکنن، آنجا احکام الحاکمین را فریب داده نخواهند توانست. جناب مولانا، دردها که زیاد است، زخمها واقعا زیاد است. هر قدر که بپیچیم فکر میکنین که
دردی حل نمیشه، مشکل حل نمیشه. میشه باز هم برای ادای مسئولیت شما برای دولت مردای ما، برای مسئولین ما چی میگوین که چی بکنن تا مشکلات حل شود؟ بارها و بارهای موضوع گفتیم که کسانی که در مسئولیت یک چوکی و یا یک جا قرار میگیرن، اولا اگر از عهده او برآمده نمیتونن وظیفه پیش بردن، نمیتونن ملت افغانستان بگن که ملت افغانستان من به عنوان رئیس جمهور تعیین کردن، من نمیتونم، در صلاحیت من نیست. وزیر بیایه بگه این وزارت من پیش بردن نمیتونم، میرم یک سرمعلم مکتب میشم، وزارت فلانر ما پیش بردن نمیتونم اما مدیریت یک مکتب میتونم. ایر میگن مسلمانی. اولا مسئولین ما این کار را اگر داشته باشن، نابسامانی ها، مشکلات، بی‌نظمی ها برطرف میشه. نکته دیگر، حالا که میتوانن و به صلاحیت خود میبینن که ما میتونیم این وزارت، این ریاست جمهوری، این بالاخره مسئولیت ما میتونیم پیش برده، این ولایت، این بالاخره وکالت، این مدیریت مکتب، این همه، این خطابت، حتی علما، هم هر کدام ما در هر منبعی، در هر جایی که قرار داریم میدانیم که این در صلاحیت ما نیست، کنار بریم. اگر در صلاحیت خود میبینن، مسئولین چه کار باید بکنن؟ اینه که احساس مسئولیت بکنن. ما در این پست قرار گرفتم، امروز اگر ملت نمیتونه از ما بپرسه، فردا رب این ملت از ما پرسان میکنه. امروز اگر مرئی قانون گرفته نمیتونه، ما ظلم میکنم، رشوت میخورم، فلان و فلان و فلان و فلان، این قانون مرا گرفته نتوانه، ولی قانون خدا فردا از ما پرسان میکنه. نکته دیگر اینه که خود رئیس جمهور از خود قاطعیت داشته باشه، از خود اراده داشته باشه، پرسان بکنه تو وزیر چه کار کردی، تو در وزارت خود، تو ولی در ولایت خود، تو بالاخره مسئول در فلان مسئولیت خود. اما این حرفایی که جناب استاد رحیمی صاحب، من فکر میکنم که بارها و بارها هم گفتیم، این حرفای ما تا زمانی که یک حکومتی که از خود اقتدار نداشته باشه، ما پیشنهاد برای کی پیشنهاد میکنیم؟ بهترتر است که ما بگم آقای جان کری پیشنهاد ما برای تو همینه که می افغانستان بیا فلان کن، آقای اوباما بیا بالاخره در این قسمت. اما اگر واقعا رئیس جمهور از خود اقتدار داره، از خود قاتل این ملتی که هر روز کشته میشه پیدا کنه، و سزای اعمال و جزای اعمال اونها برسانه. اما وقتی ما میبینیم در این کشور، قبلا اشاره کردم، از فاسقه و فاجره تقدیر میشه تحت نام ستاره افغان، اما از او شخصی که عمر خود درس خوانده، تحصیل کرده، تجربه داره، دلسوز به وطن، رفته خانه نشین شده، در گوشه و خانه خود بیکار میگرده. پس بناهن اگر رئیس جمهور واقعا اقتدار داره، واقعا قوت داره، واقعا صلاحیت داره، باید دلسوزانه نسبت به ملت افغانستان تلاش بکنه. و هر کدام، وقتی من میگم رئیس جمهور، هر کدام در هر مکانی که قرار داره، از رئیس جمهور گرفته تا او فردی که سرکر جارو میزنه، مسئولیت داره که در قبال افغانستان دلسوزانه پیش بره. انشاءالله. علما هم مسئولیت یا وظیفه دارن یا خیر؟ قضیه علما از سویه آنها بالاست. قضیه علما قضیه که به شرطی که شما اشاره نکنیم که وقت تمام شده و چی، چون بسیار اشاره ها شما زیاد شده. علما در تمام عرصه‌ها مسئولیت دارن. وقتی که ما میگیم علما، العلماء ورثة الانبیاء، جانشین پیامبر، انبیاء علیهم السلام فرستاده شدن تا دین و دنیای بندگان الله درست کنن. دنیای خوب هم باید انسان مسلمان داشته باشه، آخرت خوبی هم داشته باشه. خود تعلیم قرآن هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. علما مسئولیت دارن. ما علما به سن و تقسیم میکنم و اشاره میکنم. علمای هستن در افغانستان که هیچ ارتباطی با حکومت و با نظام ندارن، در کنج مسجد خو مصروف درس و تعلیم و تدریس خو نشسته‌اند. برای از این قشر علما می حرف دارم که علمای بزرگوار، مولوی صاحبای عزیز، شما فقط در اون منبر و مسجدی که هستیم صدای شما را مسئولین نمیشنون و حرف شما جای نمیرسه، فقط به تعلیم و تربیه اطفال مسلمان بپردازن
و همون مسئولیت اینایه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یک قشر دیگه از علما قلم اینا صدا داره، زبان اینا صدا داره، حرف اینا به جای میرسه، قلم نویسندگی اینا به جای میرسه. این علمایی که پشت رسانه ها قرار گرفتن در افغانستان، در غیر افغانستان، این علما وظیفه و مسئولیت دارن که حرف خود را از طریق رسانه، از طریق منابر قوی که به دست دارن، از طریق قلم باید حرف خود را به ملت و برای مسئولین برسانن، یعنی حق و حقیقت را بیان کنن. دوم، قشر سوم از علمای ما داریم که در نظامن، در همین حکومت فعلی، حالا حکومت مشروع یا غیر مشروع، اسلامی یا غیر اسلامی، هر چی که هست تعلق به خود علمایی که در کنار حکومت قرار دارن. این حکومت ظاهرا شعار میده جمهوری اسلامی افغانستان. خب جمهوری اسلامی، علمایی که تحت نام شورای سرتاسری افغانستان از حکومت نان میخورن، جایگاه دارن، امتیاز دارن. شورای علما، شورای علمای سرتاسری افغانستان. این علما هم مسئولیت دارن. این علما، من خدای نخواسته نمیگم به عنوان توصیه، خودم یک طلبه هستم، شاگرد این علما و بزرگا هستم، علمای بزرگی در افغانستان داریم. به عنوان یک فردی که من جز همین ملت افغانستان هستم، مسئولیت این علما چی هست؟ مسئولیت این علما اینه که این علما وقتی که شورای سرتاسری افغانستان دایر میشه، در ارگ ریاست جمهوری و رئیس جمهور بلند بالا نشسته و علما همه جمع شدن و برای نظر میدن، طرح میدن. من فقط یک نکته میخوام اشاره کنم. این نکته میخوام اشاره کنم که علمای سرتاسری افغانستان وقتی جمع میشن به حکومت افغانستان بفهمانن که جناب حکومت رئیس جمهور افغانستان، این نظام مثلا 20% اسلامی هست. این نظامی که شما فعلا پیش میبریم در شعار 100% اسلامیه، در عمل 20% اسلامیه. حالا این حکومت ما میگیم یک مریضه، قند از آمده پایین، چه کار باید بکنه که می قند بالا بره؟ خب قند پایین 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 پایین، خب از بین میره. قند بالا رفته، چه کار باید بکنه که بیای پایین؟ این حکومت برای او بگن جناب رئیس جمهور، ما در کنار تو هستیم، برای آبادی وطن هستیم، اما این حکومت شما 20% اسلامیه. شما چه کار کنید که این بره بالاخره 100% اسلامی بشه؟ برای حکومت بگن که 20% فعلا اسلامی هست. اگر اختلاط زن و مرد از ادارات حکومتی، از پوهنتون هایی که امروز ما میبینیم که پوهنتون ها بعض اینا تبدیل به فشنتون شده، نه پوهنتون، در این قسمت اینها اگر رسیدگی شد و اصلاح شد 10% میره بالا. حکومت شما آقای رئیس جمهور میشه 30%. وقتی ما میبینیم که در ادارات این حکومت و نظام فساد اداری هست، رشوت هست، بی‌عدالتی هست، جناب رئیس جمهور، ما علمایی که در کنار تو قرار داریم، اگر این فساد اداری دور شد، رشوت گم شد، بی‌عدالتی از این نظام دور شد، شما 10% دیگه میاییم میشه 40% حکومت شما اسلامی میشه. آقای رئیس جمهور، بانک ها ربوی هست، مردم آلوده به ربا شدن، به سود شدن، به بالاخره جسم اینا به حرام تغذیه شد. ربا یعنی جنگ با خدا و پیامبر. اگر این مسائل و بیع و شرای ربوی از این نظام و حکومت و از این بانک ها جمع شد، 10% دیگه میره بالا، حکومت شما میشه 50% اسلامی. جناب آقای رئیس جمهور، اگر این رسانه های لجام گسیخته پیش روی اینها گرفته شد و اینا اصلاح شد، میره 10% دیگه بالا، شما میشیم یک حکومت 60% اسلامی. مثلا به همین ترتیب جناب رئیس جمهور، اگر در این مملکت حدود و قصاص برپا شد، احکام اسلامی اجرا شد، 10% دیگه میره بالا، شما میشیم یک حکومت 70%. جناب آقای رئیس جمهور، اگر اداره تحت نام امر به معروف و نهی از منکر باز شد که مردم رسمی قانونی از طرف حکومت مردم تشویق کنن به نماز، پیش روی منکرات گرفته بشه، کارهای شایسته تشویق بشه، مردم امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه،
این اداره که به وجود آمد، کارهای امر و معروف و نهی از منکر بین جامعه 10% دیگه میشه 80%. دو نکته اخیر که اشاره کنم که 100% بشه مثلا حکومت اسلامی. علما برای رئیس جمهور بگن که اگر این نیروهای خارجی که داخل افغانستانه بمانه به مو پایگاه‌های خود، مسائل سیاسی که در منطقه داره، اهدافی که داره میگذاریم به خود اینا، اما به قضایای داخلی کشور ما مداخله نکنن، میشه این حکومت 90%. اگر نیروهای خارجی کاملا از افغانستان رفتن با این شروطی که ما گفتیم، میشه 100%. حالا این وظیفه و مسئولیت این علمایی که از کنار حکومت نان میخورن، به کنار حکومت زندگی میکنن، از کنار حکومت امتیاز میگیرن، چی در رأس ریاست شورای سرتاسری افغانستان هست، چی اعضایی که معاش میگیرن و در این راستا. این وظیفه و مسئولیت علمایی که در ارگ ریاست جمهوری ما یک بار بیشتر یا کمتر جمع میشن و گزارش های کاری و راهنمایی‌هایی که به رئیس جمهور. حالا من جناب استاد رحیمی صاحب این نکته اخیر را اشاره میکنم. این علما به رئیس جمهور بگن که ما لااقل نمیگیم که 100%. امروز در هیچ کشوری ما 100% کشور اسلامی نداریم. در روی کره زمین هیچ ما نمیبینیم که یک کشور 100% اسلامی باشه. به رئیس جمهور بگن خلافت راشده داشته باشه. خلافت راشدین یعنی خلافتی که ما توقعی که حضرت عمر داشت بالاخره ما ایر توقع. این علما به رئیس جمهور بگن که ما از تو نمیخوایم که 100% اسلامی باشه. این نیروهای خارجی هم بلا بر رد اینا به این مملکت باشن. وقتی نیرو خارجی هم بود میشه 90% 80%. اما قضایای دیگر که باید مد نظر، اگر حکومت اینها را رعایت کرد، خب رعایت نکرد، علمای سرتاسری افغانستان به کنار حکومت همیشه باید حکومت مخاطب کنم که جناب جمهوری اسلامی افغانستان، شما 20% اسلامیم، 25% شدیم، متوجه باشیم 15% شدیم، متوجه باشیم 30% شدیم، متوجه تا ملت بفهمه که این نظام ما که الحمدلله ملت افغانستان 90% نه چند فیصد 99.5% و چند اشاریه و ملت افغانستان مسلمانه. اما بحث ما از نظامه که نظام افغانستان چند فیصد. به همین طریق این وظیفه و مسئولیت علمای سرتاسری کنار حکومت که قرار دارن، از حکومت نان میخورن، به کنار حکومت به حکومت وجه قانونی میدن. حتی این وظیفه و مسئولیت اینه که اینها حکومت را متوجه بسازن تا به پیشگاه خدا هم در روز قیامت مولوی صاحبی که در رأس قرار داره بگه بار الها پروردگارا ما برای ادای مسئولیت گفتم، ای که 10% اسلامی بود یا 2% اسلامی بود یا 1% یا 100%، او دیگه مسئولیت برای علما نیست. و ما علینا الا البلاغ. تشکر، سلامت باشید، جزاکم الله خیرا. البته شماره برنامه زیرنویس شده، بیننده‌های زیاد پشت خط داریم. معذرت میخوام که دیر شد. بیننده اول به اجازه شما من میگیرم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. آقای صالح السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. بیننده عزیز بفرمایید. از لندن زنده باد. بله بفرمایید. برنامه جامعه و ثابت است. آقای کی حساب خوب است. یک چیز ما جدی گپ میزنیم، شما هم جدی گپ بزنین. مولوی صاحب یک ذره خواهش میکنیم که یک رئیس جمهور که منطبلای هم داشته باشه جناب بگوید. یک دوم، ما یک جامعه سنتی هستیم، شکی نیست 90.9 و 99.9 مسلمان هستیم. 90 عدد یک کلمه چیز تاریخ تولد که نداشته باشد، منطبلای عدد داشته باشد. نمی جامعه را بدون علما کسی برا آورده نمیتانند. اینو مولای کرام هستن سو بگردن، به نوبت دورا بگیرن، در بازارها در کوچه ها بگردن، خائن و خائف پشت سر رقم سیاف کشاف بزنن. ایت نه علما که تلویزیون به درخت بیزن کنه، نه علمای منور که مادارم افغانستان غنیست از این جامعه. وزارت عمر فاروق میخواه عدالت تامین کنه، انمی علما کران قدم میتانه. به غیر آنده امریکا و اروپا و غرب آمدن اینا کاغذ تشناب استفاده میکنن. از این ملک از این ساختگی نیست. ما در انگلستان بسیار تجربه مردم داریم، گرفتیم. بسیار جامعه ما بسیار جدیده. تشکر. و هنوتون کشته میشه. یک دوستم کسی ای از اسلام دفاع میکنه، برای خدا این جانی که بدار بسیار شو رکمی چیز ور سقاور ورد سقاوی نمی جامعه فقط تگانه رای خلاص
علمای کرام اگر برای بیاره دیگر را نداریم. از این مناسب خواهش میکنیم دیگر نفر دیده میگه گلم پارت پیشوریشان ایرا جناب علی جناب جلال باب نگوه نفر دیده بزنم عالم بزرگ صحیح است. لیکن این چیز که من میامن تو بلند جگر از آدم نیست. خوب بر صورت از لندن صحبت کردیم، شما وقتانه گرفتیم. تشکر از تماستان بنده عزیز، تشکر از تماستان و از صحبت‌های احساساتیتان. بنده های زیاد پشت خط داریم، میریم به سراغ بنده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برنامه قلب آسیا است بنده عزیز، بفرمایید. من رفیق هستم از شما زحمت میتونم. رفیق هستین، خوش آمدید. زنده باشین. سلام میگم به بودامان. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بنده عزیز مختصرا. یک سوال داشتم می‌خواستم که از شریعت اسلام بله. از کسی که جمهور میشه مجبور نباشه که شریعت اسلامی را بکنه یا که در واقع طاغوت یا دموکراسی اگه کدام روشنایی پرتن بسیار خوب. در مورد دموکراسی روشنایی پرتاین یا دموکراسی یا که طاغوت، یا دموکراسی آدم به طاغوت میبره یا نه؟ درست است بنده عزیز، سوالتون گرفتیم. امیدوار هستیم که وقت برای ما اجازه بده، اگر چون وقت برنامه رو به پایان هست موضوعی که مطرح کردین چندین برنامه کامل میخواه. میریم به سراغ بنده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم دارم خدمت شما و خدمت جناب عبدالرحمن. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز مختصرا بفرمایید، بیننده های زیاد پشت خط داریم، بفرمایید. تشکر. من خواستم از جناب مولانا صدیقی پرسیدن کنم که چرا همین علمایی که در داخل افغانستان خصوص در هرات هستند زمانی که همین قضایان مثلا 20 نفر در جای کشتن یا در جمعه گذشته در مسجد جامع بزرگ هرات بام گذاشتند، اگر از بام انفجار میکرد به تعداد زیاد از مردم به شهادت میرسید، چرا این علما همینا رو بیان نمیکنن؟ همین کارا که وظیفه علما هست. مثلا در شهر هرات برای بلیشن درگیری‌های دیدیم که این تماسشان قطع شد. در مورد بمبگذاری مسجد جامع بزرگ هرات صحبت کردن. البته در خلال هفته یک بمبگذاری در مسجد جامع بزرگ هرات رخ داده بود که الحمدلله خوشبختانه که منفجر نشد و تلفات نداشت. میریم به سراغ بنده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز خوش آمدید، بفرمایید. زنده باشید. من خواستم برای من ظالمان شما رو زحمت میدم. من خواستم برای مولانا صاحب عزیز بگویم که اگر رئیس جمهور ما 5% مسلمان می بود، در شانش اسلام می بود، علما میتونستن با این حرف بزنه، پرابلم نداریم. مگر متاسفانه که عقیده کسایی که در حکومت کار میکنن در اسلام ضعیف است. متاسفانه از پیش چشمشان رشوت میخورن، انسان کشته میشه. شما فکر کنین 2 روز نمیشه که در غور چقدر انسان شهید شد. اینا بازم هیچ در فکر دیگه پا نیستن. و دوم پرابلم افغانستان، از مجیب الرحمن سوال میکنم که امی شؤون اسلامی که اینا میگن دارن پیش من شؤون شیطانی است. باور کنین از الله گپ میزنن مگر منافق هستن. ما انسان داریم که شخصا خودم در مسجد سفید پاکستان وقتی که احادیث ترجمه میکرد من گریه میکردم برش به نام شیخ الحدیث. امروز چی میگه؟ امروز راجع به اسلام یک حرف شما از دانش میشنوین؟ نمیشنوین. همش با پول غرق هستن، همش با فساد غرق هستن. این علمای بیچاره افغانستان چی کار کنن؟ همراه کی گپ بزنن که 10% بالا برن؟ این 10% ما بالا برده میتونم که آقای مجیب الرحمن رئیس جمهور باشه، که از اسلام خبر باشه. کسی که از اسلام خبر نیست، بوی نمیبر از اسلام، چی رقم امروز با اسلام با او حرف بزنیم؟ الله شما را خیر بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میریم به سراغ بنده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید، بفرمایید بنده عزیز. حال شما خدا. تشکر، سلامت باشید. عاجل‌تر بنده های زیادی پشت خط داریم. عبدالبصیرم از ایران زنگ می‌زنم. سلام با آقای میرابان. خوش آمدید عبدالبصیر جان، بفرمایید. آقا بله
فقط میخواستم از شما تشکری کنم، از شما آقای انصاری عزیز. تشکر از شما بنده عزیز، تشکر از تشویقتان. میخواستم بپرسم آقای انصاری کی بخیر بیرن افغانستان؟ انشاءالله وقتی که سفر کردن در جریان میگذاریم. تشکر بنده عزیز، حال معلوم نیست. میریم به سراغ بنده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بله خوش آمدید خواهر گرامی، بفرمایید. صدایتان واضح نیست. صدایشان واضح نبود. بنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، از افغانستان تماس گرفتیم، بشیر هستیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید بشیر جان، بفرمایید. با استاد بزرگوار، از استاد بزرگوار و استاد انصاری سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. استاد محترم، دمی مسجد و نماز ماخوانی میشه، از توحید گفته نمیشه، از خداوند گفته نمیشه، صرف از صحابه گفته میشه. درست ما صحابه را دوست داریم، اما خدا را نشناسیم، ما صحابه را چطور بشناسیم؟ ما در ملایت میگم بسیار چیزا رو میگم، ما را سلیفی شده میگه، آهابی شده، آهابی رو مانایش نیفهمه. یک روز استاد مجیب رحمان گفتیم، این دفعه گفتیم، این دفعه گفتیم، استاد مجیب رحمان میگه آهابیست میگه، خود دمشقرها نمیگه میزنه. این گریان کردیم، قلب ما گریان میکنه، ما چی کنیم قدیم مولا؟ تشکر بشیر جان. یقینا صحبتی که مطرح کردین نیاز است به علما که روی مسئله توحید و عقیده خیلی زیاد توجه داشته باشند. بنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بنده گرامی صدای تلویزیونتان را ببندید. بله و علیکم السلام، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. رحمت الله از افغانستان زنگ میزنم. خوش آمده برادر رحمت الله، بفرمایید. من یه سوال دارم. همون مولا صاحب گفتن که یعنی 99% مسلمان هستیم، اما متاسفانه ما اسم ما 99% مسلمان هستیم، اما شکایت بله بفرمایید. بله بفرمایید. اما 99% گفتی که مسلمان هستیم، درسته 99% مسلمان هستیم، اما مسلمانی 99% نمانده به خاطر غیبت، شکایت که با ما هست، عمل نادرستی که با ما هست، اما با این چیزا 90% مسلمان نیست. یک گفت دیگه هم هست که ما بنده عزیز به حساب بنده عزیز به ادعا به نام تذکره دین ما اسلام هست، به حساب ما مسلمان هستیم، اما گناهایی که رخ میده، اشتباهاتی که از انسان ها رخ میده با او از اسلام بیرون نمیشه. انسان درست است که غیبت میکنه، دروغ میگه، قتل میکنه، از زنا از رخ میده، با این گناه ها انسان از اسلام خارج نمیشه. فرق است میان مسلمان و کافر. البته بنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم بیادر، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر، سلامت باشید، بفرمایید. من از افغانستان تماس گرفتم، بسیار خوشحال هستم که تلفن مرا شده. الحمدلله، بفرمایید. زنده باشید. چرا مستقیم وصل نیست؟ لحظ نیست؟ چرا شما مستقیم وصل هستید با استودیو، وصل هستید بنده گرامی، بفرمایید. یک چیز خواستم بپرسم، کمی مولا و مولایی و این گپا را به سیاست دولت چی؟ نباید هیچ وقت مولا و مولایی پشت سیاست دولت بگرده. دولت کار خود میفهمه، مولا و مولایی کار خود میفهمه. خود دولت خب مشکل همینجاست که بنده عزیز، حالا مشکل همینجاست که دولت که مولای امام از تو با سیاست دست میزنه. هیچ وقت نباید قانونی را اجازه نمیده که یک ملا در کجای قانون اومده که ملا و مولوی اجازه نداره که در سیاست گپ بزنه؟ در کجای قانون نوشته است؟ اجازه نداره هیچ وقت. در کجای قانون نوشته است؟ از خدا قرآن باید بگوینی و از دولت و از کسات
خواهر گرامی، البته چیزی را که علما میگویند در مورد سیاست همان سیاستی است که در دین آمده، در قرآن و حدیث آمده. خدا و پیامبر گفته چیزی بیرون از او اگر شما دیدین باز اعتراض بکنین. این حرفتان که در قانون ملا مولوی حق نداره در مورد سیاست حرف بزنه خیلی خنده‌آور است. شاید قانونی باشه که خود نوشتن تایید کرده. درست است. بنده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید برادر عزیز، بفرمایید. یکی از علمای افغانستان بندی کردن همون چی شدن؟ باز شدن از حال امروز. بله رها شدن. مولوی صاحب ابو عبیدالله متوکل رها شدن. چند هفته شد رها شدن. تشکر از تماستان. خداحافظ. برنده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بنده عزیز. خداوند شما رو در پناه خود داشته باشه. همراه آمین. شما را همچنان. دوست ما که زنگ زده بود، وقت کنم دقیقه میگیرم. دوست ما که زنگ زده بود و اصلا از دین خود خبر نداره، چون اگر جناب مولانا صاحب درباره یک معلومات بتن که سیاست هم یک جزء در دین هست. دقیقاً اگر یک معلومات کوتاه در باره و دیگر اگر قسم سوال میشه پیشنهاد میشه که جناب مولانا صاحب اگر چی برنامه‌ای دارن در افغانستان درباره بسیار مولویای ما، بسیار علمای ما، نامش علماست مگرم معلوماتشون کم است. اگر جناب مولانا صاحب امیره به حساب خودشون اگر پیش قدم شوند سفرهای داشته باشن در افغانستان، فکر میکنم که انشالله با کمک الله تعالی الله پاک در امان خود داشته باشیشون و کامیاب انشالله میشن. و که روحیای مردم باز شد و مردم بفهمن دین خود و راه خود بشناسن، چون بیادر ما ورک زنگ نزنه و نگویه که مولوی مولانا سیاست چقدر است. یک گپ است که بسیار دور از هر چیز است. این چیز بیادر ما همشیره بود، هر کسی که بود بیخی از دین خبر نداشته. دیگه وقتون نمیگیرم. خداوند پناه خود داشته باشید. تشکر از تماستان. خداحافظ. تشکر از بنده های عزیزی که تماس گرفتین و بنده هایی که پشت خط موندن و من نمیتونم تماسایتون بگیرم. از شما معذرت میخوایم چون وقت برنامه رو به پایان هست. دقایق پایانی برنامه فرار است. جناب مولانا. تشکر. من فکر میکنم دوستا سوال خاص نداشتن. فقط بیننده اول ما گفت که خواهش کرد که شما وقتی رئیس جمهور میگیم جناب بگیم. پیشنهاد خوبی کردن، میگیم جناب رئیس جمهور افغانستان. برای فعلا جناب میگیم و اگر رئیس جمهور افغانستان خدمت کنه تاج سر ما هست، نور چشم ما هست. من همیشه برای سایر دوستان میگم که اگر ولو کمی حکومت فعلی ما 20% یا 15% یا 30% اسلامی میگیم، نگفتیم که این حکومت کنار برای یک حکومت دیگه بیایه. حکومتی که الان ساخته شده، کابینی خورد داره، وزیر خورد داره، همین باید اصلاح بشه. درست. همین افرادی که فعلا سر کار هستن اصلاح بشن. اما اگر این حکومت رو ما بگیم بیایم میره از ریشه برداریم، خب کدام حکومت بیایه؟ کی بیایه؟ در این قسمت تا ساختن از صفر باز ما یک حکومت بسازیم، میفهمیم چقدر باز پیامدها و چقدر خسارات دیگه در پی داره. نکته دقیق نمیفهمم، اگر سوال خاص بعضی بیننده ها میخوام که اگر خواهر بود یا برادر بود که گفت که پیرامون گفتن مولا، من میخوام به این خواهر یا برادر هر کس که بود میخوام این بگم که گفتن مولا و مولوی به کار سیاست چی کار داره. اولا سیاست دین هست، سیاست اسلام هست. همین که سیاست اسلامی در افغانستان اجرا نمیشه با مشکلات افتاده. این سیاست اسلام و قرآن هست که میگه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، صاحبان عقل میفهمن. قدر سیاست اسلامی صاحبان عقل میفهمن. من نمیگم خدای نخواسته به بیننده اتهام بکنم بگم اینا عقل ندارن، نه، خدای نخواسته درست شاید معلومات اسلامی به اینا کمتر باشه، اما این میخوام بگم قرآن میگه وقتی شما زانی و زانیر دیدید فجلدو 80 جلده. حتی قضیه این سیاست اسلام هست که شما اگر شخصی که مجرد بود و زنا کرد، چی زن چی محسن و محسنات، این چه کار باید بشه؟ باید که 100 تازیانه بخوره. اگر یک شخص آمد به آبروی یک شخص
بحث مسئله قذف هست، تهمت زد. یک خواهر پاک دامن انسانی آمد ناپاک گفت. شریعت سیاست اسلامی میگه باید 80 تازیانه بخوره که دیگه برای درسی بشه که دیگه چنین اشتباهی نکنه. قضیه دزد، انداخت دزد خود را به آبرو و شرف و عزت و عظمت و مجد و بزرگی مسلمان ها دست درازی کرده. شریعت میگه وقتی این را دید که دزدی کرده، السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما. این سیاست قرآن هست، این سیاست اسلامی و سیاست شرعی هست. شما میبینیم وقتی که قضیه رجم، حتی قضیه اینا قضایایی که قرآن میگه تلک حدود الله، مسئله اینها. پس سیاست اسلامی، سیاست قرآنی. وقتی ما میگیم عدالت، ناخودآگاه نام عمر در ذهن ما میآید. وقتی ما میگیم حکومت همچون خلفاء الراشدین، حکومت خلفاء الراشدین چی داشت؟ سیاست اسلامی داشتن، سیاست قرآنی داشتن، سیاست دینی داشتن. من این بیننده ملامت نمی کنم، شاید تعبیر اینها دوستانه و محبانه بوده باشه. از بس که امروز سیاست های پوچ و کثیف و سیاست امروزی یعنی دروغ، سیاست امروزی یعنی بیبندوباری، سیاست امروز یعنی خیانت، یعنی دزدی، یعنی چور، یعنی چپاول، یعنی آدم کشی، یعنی قتل. شاید این بیننده ما از این دریچه ای سوال کرده که علمایی که پاک هستند، علمایی که وارثین انبیا هستند، چرا اینها خود را به این سیاست های پوچ و خیانت و دروغین آلوده کنن؟ نه خیر خواهر و برادر، اگر میخوایم در دنیا امنیت بیایه باید سیاست قرآنی، باید قرآن حاکم بشه، باید سنت رسول صلی الله علیه و سلم زنده بشه. الله سبحانه و تعالی در کشور عزیز ما افغانستان و در تمام کشورهایی که در جنگ میسوزه، الله صلح و صفا و صمیمیت و امنیت قرآنی الله سبحانه و تعالی عنایت بفرمایه. کشته هایی که در افغانستان به هر طریقی که میشه الله روی ارشاد داشته باشه. برای بازماندگان صبر جمیل عنایت بفرمایه. فقط همین قدر حرف اخیر را میگویم برای ملت افغانستان، همه ما باید چنگ بزنیم به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. باید فرهنگ اسلامی در زندگی ما باید احیا بشه و زنده بشه. الله سبحانه و تعالی نظام ما، اگر گفتیم 20%، 10% یا بیشتر یا کمتر اسلامی هست، الله نظام ما 100% اسلامی بگردانه. اگر گفتیم مسئولین ما مشکل دارن، الله این مسئولین را هدایت بفرمایه. اگر گفتیم که ملت ما مشکل داره، خود ما مشکل داریم، الله همه ما برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت بگردانه. آمین. ملت افغانستانی که در خارج از افغانستانن، الله سبحانه و تعالی چنان امنیت در افغانستان عنایت بفرمایه که همه از هر گوشه دنیا به کشور عزیز خود برگردیم. الله سبحانه و تعالی صلح و صفا و صمیمیت و امنیت در افغانستان ایجاد کنه. و دوستانی که طلب دعا نمودن، مریضی دارن، الله مریضشان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایه. و مشکلاتی که دارن، الله حلال المشکلات، همه مشکلات بینندگان عزیز و گرامی ما حل بگردانه. پروردگار عالم این زخم‌هایی که امروز در افغانستان هست و کسانی که بر زخم‌های ملت افغانستان مرهم گذاشته نمیتوانند، لا اقل نمک هم نپاشانند، الله سبحانه و تعالی از او قدرت کاملی که داره بر زخم‌های افغانستان خودش مرهم بگذاره. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از شما بیننده های عزیز که تا این لحظات با ما بودید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.